میخوام برات امروز رو پر از خوبی ببینم. کد 444 رو برای من کامنت کن تا هر چیزی که میبینم انرژی و فرکانس‌هاش با تو یکسو و همراستا بشه. عزیز دلی که امروز منتظر تاییدیه یک آقا هستی، یک آقای سن و سالدار، یک آقایی که در جام و مقام بالایی هست، قدرت داره. من برات میبینم که این آقا در فکره که ببینه این کارو برات انجام بده یا نه و در نهایت انجام میده. عزیزای دلی که قصد سفر کردید یا دنبال برنامه‌های مهاجرتی خودتون هستید، توی این مسیر ادامه بدید تا 3 وعده دیگه گشایش، حال خوب و رفتن رو براتون میبینم. هرچند که رفتنتون با ناراحتیه، هرچند که از ته دل راضی نیستید، ولی در نهایت نتیجه رو خوب میبینم. عزیزای دلی که دوگانگی دارید، در دوگانگی هستید، دوگانگی بر روی موضوع پول، روی یک سرمایه، روی یک هزینه دوگانه هستید. دوگانگی نداشته باشید، دودلی نداشته باشید. من براتون میبینم که کار رو انجام بدید و حتی سریع ببین شما کلا منتظرید که یک چیزی دریافت بشه که این هزینه رو انجام بدید، یعنی از اون دودلی مالیه در بیاد. اینقدر انتظار نکشید، کارتون رو انجام بدید، براتون خوب افتاده. و از همه مهمتر ببین همش داره مالی، امروز کلا خیلی مدارهای مالی فعاله. براتون افتاده که عزیزای دلی که سرمایه رو پس انداز کردن و دوست دارن که این سرمایه حفظ بشه و نمیخوان خرجش بکنن، براتون میبینم که لطفا از این فکر در بیاید. همون کسی که برکت داده باز هم بهتون میده و این شکلی نیست که این پول بره و دیگه شما هیچ موقع این پول رو نداشته باشید. هزاران برابرش به زندگی